باز نه که در کدام بلا افتیدی؟ نه ببین از این بعد در کدام بلا نمیفتیم. به خاطر بچیم. درست است. آمدم میایم. خاله خیریه؟ سفدا اینجاست. نه چند دقیقه پیش برآمد. چی شده؟ خاله خیریه صبر. چی شده کمال؟ او طرف یک سگ زخمی شده. میشه کمکش کنید لطفا؟ البته که کمکش میکنم. یک دقیقه اینجا باش. ده او طرف. ده کجاست؟ بریم. سیس. سفدا تو کجاستی ها؟ سفدا کجاستی؟ سفدا کجاستی ها؟ سفدا جواب بده. سفدا تو کجاستی دخترم؟ سفدا جان. سفدا مادر؟ سفدا تو کجا بودی؟ چی شده؟ یک دقیقه آرام باشین. خوب است؟ علی علی چی شده؟ علی را کدام چیز شده؟ راست بگوین. پدرت کل چیز به علی خود گفت. علی پدرت خود کشت. سفدا تنها تو مانعو شده. میتونی یک کاری کن لطفاً؟ باید یک کاری کنی دخترم. علی باید یک کار کنیم. سفدا صبر کن دخترم. سفدا جان لطفاً صبر کن. علی سفدا خدا داد. تو علی را دیدی؟ در پیش ازلم خواره. چی شده سفدا خوار؟ کدام گپ شده؟ پدرم پیش او میرفت. من باید هرچی عاجل علی را ببینم. خدا داد. من میفهمم در کجا میبینن. گفتی میفهمی؟ کجاست کمال؟ اوجاست خواهر جان. حیوان زخمی اینجاست. درست در مقابلت. قلبش بسیار سخت زخمی شده و دوای زخمشان پیش تو است. فقط تو میتونی درد دوا کنی خانم دیگو.
عروسی میکنی؟ چقدر راه مانده؟ از این طرف دارو بخوریم میرسیم سیفزا خواهر. کوکسال کوکسال علی علی اورغلو برم بگو قاتل اصلی بچه‌م کی است؟ هرچی را که میفهمی برم دانه دانه بگو. نه طفل بالا نکن ما چی کردم؟ کل دستوراتانا به خوبی عملی کردم. در موتر علی با ما ماندم، اما ای که بچهش در موتر بالا میشه ایره ایش نمیفهمیدم. باور که از بچهش هیچ خبر نداشتم که بالا میشه. باید بمری. ای چی حال است؟ از بچه‌م چی میخواستی بی‌شرف؟ چرا؟ کاش روزه که ارنیکو را کشتی کله چیزا گفتم میتونستم. قسم میخورم من که اونا ایج رابطه ندارم. مرم به این وضعیت رساندن آقا. از این طرف دارو بخوریم. خدایا لطفاً تا میرسم کدام چیزی نشه. ببین اینجاست خواهر، از این طرف. بچه تا یعنی قاتل بچه‌ت علی کوکسال کوکسال کوکسال
مرا ببخش. دخترم پیش تو امانت است. پیش تو. کوکسان پدر چشمای تماس کن. نوزر میکنم چشمای تماس کن. پدر علی یک کاری کن. در کار خدا شوی کوکسا. چرا خدا را پیش علی انداختی؟ چرا؟ علی شور نمیخورم. علی پدرم شور نمیخورم. پدر چشمای تماس کن. پدر لطفا پدر من نجات بده. لطفا علی مادر تنها نمان. پدر یک چیز بگو. صدای من میشنوی. پدر یک چیز خوب بگو. پدر علی شور نمیخوره. نگه پدرم مرده. سفته آرام باش. لطفا آرام باش. یعنی مردم. پدر من اینجا هستم. پیش دستم. پدر صدای من میشنوی. پدر آرام باش. پدرت زنده است. همراهیم یک جا بگو. پدرت نمیمونه. پدرت نمرده. پدرم نمیمونه. حالا با من کمک میکنی. درست است. با من کمک میکنی. دسته بته. پدر چشمای تماس کن. اینجا را ما کم فشار بده. فشار میدم. پدر چشمای تماس کن. پدر لطفا نوزر میکنم. چشمای تماس کن. پدر چشمای تماس کن. علی حسین خدا. علی بدرقم خونریزی داره. علی خدا هم یا لگم بلانس بخوای آجه سایس ملاسای. پدر چشمای تماس کن. لطفا من اینجا هستم. پدر چشمای تماس کن. پدر ملیاس خدا چشمای تماس کن. پدر من اینجا هستم. پدر لطفا چشمای تماس کن. پدر пайдоит кардам. یادم از چه قسم بکشم. چی کنم؟
کنم. حالا از این کار چه قسم نجات پیدا کنم؟ نمیخوای اما تو نیست؟ نمیخوای. تو حال خود گفتی که هنوز زیاد وقت است پیلوت. عروسی یک رابطه بسیار جدی است پیلوت. میگی عجله نکنیم، باید منتظر باشیم، اما تو میگی دختر مردم در ایستگاه ملی بس هم قدر منتظر نمیمانند، ما چرا باید منتظر بانیم؟ های من دیگه چی کنم؟ از برای خدا برم بگو من چی کنم؟ من از خاطر تو سالاره اعلا کردم پیش آدمایی که 2 لیره ارزش نداشتن سرخم کردم، میفهمی؟ من دیگه چی کنم؟ در اون صورت بگو چی کنم؟ چی قسم رفتار کنم؟ برم کل چیزا بگو، چون که من رای ما گم کردم، رای ما پیدا کرده نمیتونم. دویگو من دیگه هیچ چیز را نمیشناسم به جز تو. تنها تو هستی که برام مهم هستی. پیلوت سعیس اشتباه درک نکو، پشیمان نیستم. کلش به دل خود کردیم. اگه دوباره بخوایی دوباره انجام میتونم، او فرق میکنه. اما من فهمیدم، به خدا که فهمیدم. ایره فهمیدم که رای ما دیگه یک جای شده نمیتونه. بله. پس درست است. حالا که نمیخوایی در صورت بیشتر از این وقت تو را نمیگیرم و نمیخوایم وقت زایی شود. بله. یعنی چی؟ یعنی من حال برم؟ بله. یعنی که تو هم حال میری؟ بله. با ای بله، با او بله، یک با ما بله نمیگی. مثلی که چالت مدر کده نمیتونی، فقط خنده کده میری. بله. چی بله؟ دویگو بله از خدا چی بله؟ هر دقیقه بله گفته میری، مرا دیوانه کدی بخی. با سوالت بله گفتم دیوانه، با تو بله گفتم. زیاد دوست دارم پیلوت. نیک از حالتم نمیفهمی. چطور یعنی حال تو؟ با اولین سواله که پرسان کردی بله گفتم، با پیشنهادت بله گفتم. پدر چی میشه؟ طاقت کن چی میشه؟ پدر تحمل کن، پدر طاقت بیار چی میشه؟ و خاطر من تحمل کن، زار میکنم. خدا داد تو امبولانس با داخل راهنمایی کن. سعیس ملاسه نجات پیدا میکنه. خوب خود شد پدرم. نه علی نجات پیدا میکنه. نه پدرم نجات پیدا میکنه. علی اینجاست. ماما کوکسال در اینجاست. در داخل از سرش فایر کردن، کل جانش خون گرفته. زود باشه، در داخل است. بره از این طرف. بیاین از این طرف. اینجاست. ماما کوکسال اونجاست، دراز کشیده. ببینین اونجاست، خون زیاد رایی کرد. لطفاً ما رو تنها نماید. حالا عجله کنه. از این طرف زود باش. فقط یک مرمی خورده اما زیاد خون زایی کرده. خوب شد که زخمش بسته کردیم. بعد از این شب برم آبانی. آسیست. درست است. تحمل بیا کن سیف پدر. زخمی را در تذکره مندازیم. تحمل
کو پدر لطفا تحمل کن سیف دار بارشون که کار خودت رو لطفا بگیرین حالا سیف دار بیا آهسته علی لطفا پدر من چیزی نشه لطفا چیزی نمیشه علی پدر من نجات میدن پدر من نجات میدن پدر چی میشه کدام اشتباهی نکرده باشی کوکسال چی میشه کدام چیزی نگفته باشی آی چرا گپ من نشنیدی چرا یه قشله گرفتی چرا این کل مشکلات در زندگی ما میه چرا پدر چشمایت باز کن لطفا حالا پدر چشمایت باز کن من یازو خدا چشمایت باز کن پدر کوکسال چی شده شوهرم چی شده خانم محترم لطفا با اجازه بده زنده است شوهرم زنده است زنده خوب میمانه نه خانم لطفا به اجازه بدین باید به شفاخانه ببریمش پدر مامم رتون میرم شوهرم تنها نمیمانم درست است شما بیاین بیاین سعید سیف دار به شفاخانه میریم خدا داد مکت سیف دار به شفاخانه میرم تو حالا به منطقه برو پیش خانیم باش بیاز اونجا امن نیست اما تو بازم متوجه خانیم باش درست است ببین نه با ازلم و نه کسی دیگه درباره اتفاق که افتاد هیچ چیز نمیگی در پیش خانه باش و نمون که کسی نزدیک خانه شما درست سعید مولا صاحب نمیمانم نزدیک شما سعید بیا سیف دار بیا کاکالی دروغ کو است مادر ای گپ دیگه از کجا شد بچه قندم اما با وعدش وفا نکرد با پارک لونا نرفتیم کاکا علیت قهرمان است حالم رفته کس را نجات میتن چی فرق میکنه ما و تو با پارک میریم من میخوایم قد کاکالی برم آی علی بازم کدام گله به امیدی خدا داد سلام ازلم خوار علی جان چطور استی؟ خوب هستم علی کجاست او را دیدی؟ دیدم شفاخانه رفت گفتی شفاخانه؟ علی را کدام چیز شده؟ نه مولا صاحب شکر خوب است اما گفت به هیچ کسی چیزی نباید بگویم گفته نمیتونم خی همراهی کی رفت؟ همراهی سیفدا خواهر کاکالی به شفاخانه رفته اما قرار بود مرا به پارک لونا ببره من تو را به پارک لونا میبرم اما تو خود قهرمان نیستی بریم بچیم بیا دیگه من باید از خانه حفاظت کنم عجله کنین از پیش ما پس شوین که بریز عجله عجله کنین لطفا عجله کنین با کوکسالم رسیدگی کنین چشمای تواز کن کوکسال چی میشه خانم محترم لطفا متوجه باشین داخل اجازه نیست لطفا آرام باشین در بیرون منتظر باشین ای کوکسال مادر جان مادر گفتن قلبش استاد شده سیفدا گفتن قلب پدرت استاد شده یعنی زنده میمانه نه کوکسال ما زنده میمانه او زنده میمانه مادر جان زنده میمانه باز خود دیدین ما از اینجا خنده کردم میبرایم زنده میمانه اگه بمرم بدون او چی کنم تو سر شوهرم فایر کردی؟ چطور دانسته این کار کنی؟ مادر چطور شد کوکسال من رو مادر بزنی چطور؟ نه علی هیچ کاری نکرده مادر
آرام باشین. علی هیچ کاری نکرده مادر. از پیش رویم پس شو. یعنی چی که داخل رفتن نمیتونم؟ بان که داخل برم نمیشه. تو دیوانه هستی؟ به خاطر داخل شدن به خانه ما است تو باید اجازه بگیریم؟ مادر چی شده؟ مثل بوت بامیان در پیش رویم استاد شده نمیمانه که داخل برم دخترم. مادرت است؟ تو مادر ازلم خواهر استی خاله جان؟ مادرش هستم. یعنی به تو مربوط نمیشه، بچه مربوط نمیشه. پس جو از پیش رویم. مادر جان شما علی جان گرفته خانه بریم. توبه خدا داد بگو چی شده؟ ازلم خواهر ملاسای به ما گفت در پیش روی خانه استاد شو. گفت کسی را که نمیشناسی داخل نمان. من نمیفهمیدم که مادرت است. ایره نمیپرسم. میگم چرا علی امرای سیفدا شفاخانه رفت؟ مادر صبر آرام باشین. علی کاری نکرده. تو قاتل هستی. قاتل خدا من بده. قاتل. صبر کنین. علی هیچ کاری نکرده. من اونجا بودم. علی کاری نکرده. قسم میخورم علی نکرده. تو از یادم دفاع میکنی ها؟ نه که یادم تو را جادو کرده دخترم. سر چی کده؟ پدرت داخل با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. تو به خاطری در مقابل خانواده تستاد شدی. هیچ کاری نبود که در حق پدرت نکنی. این چی رقم عشق از دخترم؟ لعنت به این قسم عشق لعنت. مادر لطفاً علی هیچ کاری نکرده. بابا شما راست میگو. هنوزم از یادم دفاع میکنی ها؟ افسوس به حالت سیفدا. افسوس به حالتان. ببینین خانم خیریه ما هیچ کار نکردیم. نکرده. سر پدرم علی فریل نکرده. مادر پلیس بخواین. این آدم قاتل است. اینو تسکیر کنین. این آدم قاتل است. شوهر من میکشته. پلیس بخواین. این آدم تسکیر کنین. این قاتل شوهرم است. این سر شوهرم فریل کرده. شوهرم در داخل با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. این قسم نمانین. مادر آرام باشین. علی بیگناست. نه علی هیچ کدام کاری نکرده. قسم میخورم من اونجا بودم. علی هیچ کاری نکرده. من شاهد هستم پدرم علی با من مینه. علی موازیت براتان تازه. نه من اونجا بودم. علی بیگناست. قسم میخورم. هزاراتش میگیره. سر پدرم علی فریل نکرده. قسم میخورم من اونجا بودم. سیفدا یک دقیقه آرام باش. درست است هیچ کار نمیشه. فقط وضعیت براشون توضیح میدم. حالا بریم. این کار همین است. شوهرم کشت. کوکسالم کشت. شوهرم را از بند بود. مادر طرف من ببین مادر. من اونجا بودم. سر پدرم علی فریل نکرده. من اونجا بودم. علی پدرم با من مینسده. یعنی چی که گفته نمیتونم بگو دیگه؟ ملاسای برم گفت که به هیچ کسی چیز نگویم. با زیاد قار میشه. گفته نمیتونم. اوف امی یک گپه تکرار کده نرو بس هست دیگه. تو هم همیشه امی گپه تکرار میکنی. آی خدا داد. ملاسای گفت به کسی چیز نگو خدا داد. ملاسای قار میشه. نگو. میشه برم بگویی که مولا علی کجا رفته؟ انشالله باز خودت کدام بلا ننداخته باشه. نمیفهمم اما به شفاخانه رفته. کتی او دختر یک جای کتی سیفدا. وقتی که آمد باز خواد فهمیدیم. بچه مقبولم؟ یکی که فایر کرد من ندیدم. اما هر کسی که فایر کرده هدفش من بودم. آقا کوکسال دو وضعیت خدا پیش روی من انداخت. خدا با من سپر ساخت. گفتی سپر ساخت. خانمش خو میگه که شما او را از بین بردی. او خدا اونجا نبود. دخترشان خانم سیفدا و یک دوستم در اونجا بودن. اونا میتونن که شایدی بتن. خیکی قصد داشت که شما را از بین ببره. اون وقت ما در وظیفه بودم مقدر دشمندار شده بودم که
یعنی واضح تر بگویم که لیست دشمنای بسیار زیاد. صحیح است ملا صاحب، ما وضعیت با آمر صاحب میرسانیم. اونا با شما در ارتباط میباشن. صحیح است. شما زنده باشید. خداحافظ. زنده باشید. ای که در پیش اریکو چی کار داشتم از کلش مهمتر، اگه میخوایی بفهمی که بچه تا کی کشته، هرچی عاجل پیش ما بیا. شوهرم تو فایر کردی. نه علی هیچ کاری نکردم مادر. به خاطر او در مقابل خانواده تستاد شدی. این چی رقم عشق است؟ لعنت به این قسم یک عشق، لعنت به این قسم یک عشق سفدا. گفتی پدرت خدا در پیش روی علی انداخت سفدا؟ بله. چرا تو یک کار کرد ها؟ چرا؟ دلیلش هم میفهمم. عذاب وجدان. بیش از اینکه از هوش بره آخرین گپشی بود که مرا ببخش علی. پدر سفدا ببین میفهمم قلبت زیاد درد داره، اما سوالای بی جوابه که در ذهنم از مغزم خورده میره. سفدا با ما بگو لطفاً. پدرت درباره سلیمان میخواست با ما چی بگویه؟ چرا مرا به اونجا خواسته بود؟ او درباره مرگ سلیمان کدام چیزی را میفهمه؟ پدرت چرا به ما گفت که مرا ببخش؟ چی گپ است سفدا؟ لطفاً به ما بگو لطفاً. باز میکن.
میخوایم که بشنوم سفدا چرا پدرت خدا در پیش روی من انداخت؟ چرا جان خدا به خاطر من فدا کرد؟ علی پدر من دکتر صاحب شوهرم چطور است؟ خوب است نه؟ زنده است نه؟ شوهرم حال چطور است؟ عملیات چطور تیر شد؟ متاسفانه مریض از دست داده. زندگی سرتان باشه. چی؟ امکان نداره دروغ است. امکان نداره نمردنی دروغ میگین. امکان نداره شوهر امکان نداره. چی سفدا؟ چرا گپ نمیزنی؟ پدرت چرا مرا اونجا خواست؟ میخواست با من چی بگویه؟ حالا گپ بزن برام بگو. پدرم بله روزی که سلیمان کشته شد دم اونجا بود علی. یعنی چی که پدرت ده اونجا بود؟ پدرم تهدید کرده بودن. برش گفته بودن که خانوادی از بین میبرید. مجبور شده بود. نمیفهمید که بچه دو موتر بالا میشه. اگه میفهمید پدرم زیاد گریان میکرد. زیاد درد میکشید علی. بازی است که تو را به خاطر به اونجا خواسته بود. به خاطری که از او عذاب وجدان خلاص شود. به خاطر گفتن چی سفدا؟ پدرت چی کرده؟ در موترت او به من پدرم جاسوسی کرده بود. قاتل بچه تو هست علی. ای تو چی میگه سفدا؟ سلیمان پدر من کشته بود. سلیمان پدر من کشته بود. ببینید شما را همراه کی معرفی میکنم. نه ای راست بوده نمیتونه. تو زیاد جگر خونستی از او خاطر. کاش که راست نمی بود. کاش که راست نمی بود علی. اما پدر من قاتل بچه تو هست. علی
علی علی علی نه 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 مادر مادر چی شده؟ مادر چی شدی؟ مادر چی شده مادر؟ میگن پدرت مرد میگن پدرت مرد میگن پدرت مرد میگن پدرت میگن پدرت مرد پدر او بچه که حتی در خوام پشتش دق می شدم او را گرفته در قبر ماندم. قسمت بیبی بعدی اگه کدام چیز را میفهمی و به من نمیگی ای بار فقط مرنی بعد از این بچه تام دیده نمیتونی. به تو نشان میدم که مرگ پدرم هیچ وقت قدر نخود رفت. یک طرف سیفدا طرف دیگه منتقام بچه